به اتفاق عزیزان پرتلاشمون در مجموعه محیط زیست شهرستان دنا عموم منطقه حفاظت شده شمال غرب منطقه حفاظت شده دنا هستش و چه قسمتی جزء حوزه پاسگاه محیطبانی سیور هستش و از لحاظ جغرافیایی لنز دوربین به هر صورت نشون بید روستای زیبای سیور. تشریف بیارید تا منطقه حفاظت شده و پارک ملی دنا 93,000 هکتار هست. 93,000 هکتاری گید. بله 93,000 هکتار منطقه حفاظت شده و پارک ملی دنا هستش. تقریبا چیزی هولوش 25,800 هکتار در واقع هسته منطقه حفاظت شده پارک ملی دنا هست. این با چه تعداد نیرو؟ ما تقریبا 32 تا نیرو محیطبان فقط داریم. 33 نیرو. این همه زحمتی کشن در صورتی که ما باید تقریبا این منطقه نسبت به نرم جهانی که ما داریم حفاظت می‌کنیم تقریبا با 93 تا نیرو محیطبان داشته باشیم. 93 تا حفاظت این منطقه. بله. احسنت. و نهایتاً چه تلاشی شما دارید؟